محتوبی محمود و ساکن 50 ساله نویه فرخور بعد بازداشتش در نزدیکی بنای ریاست کارهای داخلی منطقه کولوب دست به خودکشی زده است. بنا به اطلاع منابع رادیوی آزادی، این حادثه روز 7 ینور سال 2024 در پی به ضد این زن از جانب شعبه کارهای داخلی نویه فرخور با شدن پرونده با اتهام قلابی و دزدی رخ داده است. یک منبع آگاه از ماجرا روز 15 ینور گفته است این زن سرکه نوشیده است، به بیمارستان میبرند ولی نجات دادنش نمیتوانند. سبب خودکشی این زن روشن نیست. در شعبه کارهای داخلی نویه فرخور روز 15 ینور مرگ محتوبی محمودوف را تصدیق کرده گفتند نسبت به او با 2 بند کودکس جنایتی دزدی و قلابی پرونده بو شده تفتیشات ادامه داشت. مقامات فرخور در این باره تفصیلات ندادند، اما یک منبع در مقامات امور داخلی منطقه کولوب گفته است این زن به آن متهم شد که گویا با استفاده از عکس دخترش با مرد در روسیه رابطه برقرار نموده از او پول میگرفته است. جوان میفهمد خانواده‌اش از مکان محتوبی محمود و آگاه شده خواستند که او پولها را برگرداند. زن را گرفته به ریاست کارهای داخلی منطقه کولوب میبرند ولی پیش از در آمدن سرکه نوشیده است، نقل کرده است این منبع. حالا واقعه را داستانی شهر کولوب تحقیق دارد، اما معلوم نیست که آیا کسی را برای خودکشی این زن به جوابگری خواهند کشاند یا نه. محتوبی محمود و روزهای آخر در دهه بلخوبی نویه مومن‌آباد در خانه دخترش میزیست. معلوم نیست که نظر نزدیکانش به این قضیه چیست. موردهای در نزد بنای ملی قصد جان خود کردن ساکنان در تاجیکستان حادثه خیلی نادر است، ولی سال 2020 عبدالغفور اسکاروف ساکن جماعت لاهور نویه رودکی به گفته پیوندانش برای حل مشکلات زندگی به نزد مقامات رفته بود. در نزد بنای حکومت نویه رودکی سرکه نوشیده خودکشی کرد. همین طور در همان سال 2020 ظریف عبداللهیف که 62 سال و نانوایخانه داشت به سبب پول نانهای به باغچه کودکان سپریده او را نپرداختن ریاست مالی شهر کولوب خود را در نزد این اداره آتش زد. اتفاقا آن وقت رئیس این اداره بختیار نظرزاده بود که حالا در کرسی شهرداری کولوب نشسته است.